دیشب چی پوشیده بودی کلک؟ خیلی خوش گذاشت زاد خالی. میگه مجید درسم تمام شه. مبینا جان مبینا جان با شما سندس بابا اینم منو تحویل نمیگیره. چرا؟ دوستان سلام. امروز درس شیرین و زیبای زبان انگلیسی داریم. کی بلده یه جمله انگلیسی برای ما بگه؟ تیچر. جان تیچر، دردت به تیچر. استاد ما دیگه همینا بلد بودیم. کی بلده بگه ام یعنی چه؟ معلم ام پشت هر جمله میاد، مثل خوردم بردم خوابیدم. ام انگلیسی هم میگم. خب من انگلیسی خوردم بردم خوابیدم. دهنه ببند. دراز. کی بلده بگه حال ساده یعنی چی؟ حال ساده مثلا با رفیقات بری قهوه خونه یه قلیون بکشی بیای، این حال خیلی ساده است. دهنه ببند گوش تق. حامد تبریزی بگو ببینم گذشته استمراری نشانش چیه؟ نشونش بخت ماست. ربطش چیه؟ ببین ما تو گذشته ندار بودیم، الانم نداریم. این میشه گذشته و حال و آینده استمراری. در جملات انگلیسی اول هر کلمه یه د میذارن. مثل چی؟ مثل دسک. یعنی چی؟ یعنی این میز. ده استاد ده میشه ده برم ده به دستشویی. ده مرض، ده درد، ده گو نخور بیا برو بیرون. ده استاد ده غلط کردم. دانشجوها عزیز لطفاً سر کلاس من انگلیسی صحبت کنید. Please speak the English. Okay. یعنی همتون میتونین انگلیسی صحبت کنید یه؟ بله. مهدی تبریزی خودت به زبان انگلیسی معرفی کن ببینم. به نام in the name of God I am مهدی from تبریز. ترشی نخوری یه چیزی میشی بیوده. کی بلده بگه اپل یعنی چی؟ استاد اجازه اپل 17 یا 17 پرومکس. ایت به چه معناست؟ معلم این چه کاری نداره، ایت یعنی سگ. آقا شما میدونین اگه یکی از همشهریای ما یه دونه زمین بخره بقیه برای تبریک بهش چی میگن؟ میگن زمین نو مبارک. نه میگن انشالله پر برکت باشه. آقا میگن هپی نیو یر. دهنده ببند بیهوده. بله. آقا معلم برای چنا برای کولر آوردم. قورباغه‌ای برای چنا میکنه. نمیخواد؟ بابا چی میگی تو؟ برو گم شو بیرون. برید گم شید بیرون نبینمتان. برید گم شید. سرخورا ریدار. مبینا این پسر خیلی دنبالته ها. آره بابا میدونم، هر چقدر بهش میگم برو نمیره. به من میگه رفتم یه جا کامپوزیت کردم قسطی با قیمت مناسب. من که باورم نمیشه. کدوم کلینیک؟ بابا کلینیک صرف دیگه 50% از طرف ما تخفیف گذاشته. تازه 10 سال ضمانت داره. اگر لب پر بشه و بشکنه رایگان میری درست میکنی. تازه اقساطش هم بدون بهره است. کلا این پسرا و اکیپش نروان. خرنش یا اون اصلا سیسش به تو نمیخوره. خانمای جذاب یه فال از من میخرین؟ بیا خاله من فال نمیخوام ولی پولشو بهت میدم. بیا فالتو بگیر بابا. فردا روز میای استوری میذاری که خیلی سر سفره ما سیر شدن. بگیر بابا سفره دار. چقدر پررویی تو این دور زمونه پرو نباشه حق تو میخورن. یا علی مدد. ولی خدایی اینو راست گفت. اوه اکیپ سیریشو اومدن. با تو خدا پاشید به من اصلا حوصله اینا رو ندارم. حاجی اینا چرا رفتن ناموسن؟ فکر کنم کار داشتن. بابا اینا از ما خوششون نمیاد. نه دختری که بی محلی میکنه یعنی بیشتر دوست داره. عاشقمونه؟ پاشیم بریم دنبالش. مطالعات نشان دادن که ورزش کردن برای بهبود قدرت حافظه و همچنین افزایش مهارت تفکر منطقی در افراد تاثیرگذار است. امروز کلاس روانشناسی داریم. بین شما کسی هست که تا حالا به روانپزشک مراجعه کرده باشه؟ ما خب چه شد برای همکلاسیات توضیح بده ببینم. ما رفتیم مطب بسته بود برگشتیم. دهن در ببند گوریل. کی میدونه الان مهمترین مشکل جوانان ما چیه؟ معلم نداشتن مکان مناسب. نه آقا مکان مناسب برای تحصیل. مزه نریز.
چرا باید به روانپزشک اصلا مراجعه کنی؟ چشای داداش، شما اگه متأهل باشی با 2 بچه آخر ماه ببینی 8 گروی نوعته، اون موقع مراجعه که سهله، باید بستری بشی بابا. از کجا باید بفهمیم که یه نفر افسرده شده؟ نه دختری که موهاشو پسر نمیزنه افسرده است، نه پسری که ریشاشو نمیزنه. افسرده اون کسیه که موجودی کارتش صفره. چرا باید بریم مطب روانشناس؟ چون آدرس خونه‌شو نداریم. محشید در مراجعه به روانپزشک اولین جمله که باید بهش بگیم چیه؟ استاد باید بگیم چرا انقدر ویزیتتون گرونه. من قبل از اینکه بیام اینجا آدم سالمی بودم، ولی به لطف شما الان وضعیت من شده ای. هی روزگار. هر کی غم ما رو دید دودی شد چشای من. پسرمو ما نسلی بودیم که جوونی نکردیم ولی پیر شدیم. معلم، ما به دنیا اومدیم اما دنیا به ما نیومد. جانم چکر آقا معلم، یه چی برات بردم روانت آروم کنه، یه چای حلش کن، عشق کن. برو بیرون قربانت برم، برو عزیزم، برو. ما حوصله تربیت درست حسابی هم ندارم، یه چیزی بهت میگم خرابت بکنم. برو. از ما گفتم بود. پاشید شما زحمتتان میشه، ولی زحمتی بکشید شر رو دانه کم کنید، گمشید برید بیرون. کثافتا. کلینیک سر. زنگ آخر دلم تنگ تو میشه، میدونم بعد کلاسا که بیام برسم پیشت. آخه دنیا رو بدن هیچکی برام مثل تو نمیشه. بیا عاشقی کنیم با هم دور بشیم که چیشه. نمره 20 کلاسو میگیرم واسه دوست داشتن تو، حتی تو دانشگاه میرم. واسه خاطر تو هر جمعی من عمرن نمیرم، کنار خودت میارزه پیش تارون میگیرم. زنگ آخر ولی تو جونم، قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم، پای تو میمونم. ولی تو جونم، قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم، پای تو میمونم، پای تو میمونم.